خب اولین چیزی که باید یاد بگیریم این هستش که ما میدونیم که توی تسکوان آکادمیک باید یک سری اطلاعات و داده که به صورت تصویری هستند رو تبدیل به نوشته بکنیم. یه سری نمودار، یه سری شکل. حالا اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که انواع این نمودارها و انواع این اشکال چیا هستن، باشون آشنا بشیم، چون همونطور که اسم این امتحان مشخص هست آیلتس آکادمیک، یه سری مهارت‌های آکادمیکی ما نیاز داریم، به عنوان مثال تحلیل درست یک نمودار، که لازمه این تحلیل درست این هستش که اول ما با این نمودارها آشنا بشیم، ببینیم که با چه نمودارهایی قراره طرف باشیم. بنابراین روی هر کدوم از این آیکون هایی که می‌بینید کلیک بکنید تا آشنا بشیم با اون نموداری که در دل کورس راجبش صحبت خواهیم کرد. اولین نوع نمودارهایی هستند که ما بهشون میگیم لاین گراف، نمودارهای خطی. معمولا روند تغییر یک یا چند تا چیز رو معمولا در یک بازه زمانی به ما نشون میدن. یعنی محور افقی رو اگر ما محور x در نظر بگیریم و محور عمودی رو محور y در نظر بگیریم، محور x معمولا زمان هست و تغییرات یک چیز رو در یک بازه زمانی ما میتونیم مشاهده بکنیم. تغییرات قیمت یک چیزی، تغییرات تعداد یک چیزی و هزار یک تغییر دیگه معمولا در یک بازه زمانی. پس به اینا میگیم لاین گراف. دومین نموداری که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بار چارت ها هستند که بهشون میگیم نمودارهای میله‌ای، چون این میله میمونن. الان نگاه بکنید این سه تا رو. نمودارهای میله‌ای چندین و چند تا چیز رو میتونن نشون بدن. مثلا توی این شکل که میبینید دقت هم داشته باشید، مثلا توی این دوره، توی این شکل میبینید که سه تا مقدار دارن با هم مقایسه میشن. درسته؟ حالا چون سه تا چیز مختلف هستن، اون پایین میبینید که سه تا چیز مختلف هستن، سمت چپ مقادیرشون رو نشون میده، عملاً یه مقایسه داره بین سه تا چیز صورت میگیره. حالا خیلی موقع محور x اون پایین میتونه دوباره یه بازه زمانی باشه و دوباره ما روند یک چیزی رو تحت بررسی قرار بدیم. بنابراین انواع اتفاقات میتونه توی نمودارهای بار چارت بیفته که باشون آشنا خواهیم شد. الان فقط میخوایم با ماهیت نمودار آشنا شیم. نمودار بعدی اسمش هست پای چارت. مثل اپل پای میمونه دیگه، مثل پای سیب میمونه. یه دایره است که مثلا یه چهارمش به یه چیز رسیده، یک هشتمش به یه چیز رسیده، نصفش به یه چیزی رسیده، به این شکل هستش. معمولا پای چارت ها برای مقایسه میزان چند تا چیز مختلف به کار میره. مثلا میخواد نشون بده که در کشورهای مختلف هر کشوری چقدر مثلا طلا توش هست. خب منابع و معادن طلا توش هست. بعد یه دایره میکشه، بعد مثلا مینویسه یک چهارمش فلان کشور، یک هشتمش فلان کشور الی آخر. حالا میتونه درصد نشون بده، میتونه مثلا به تن نشون بده، به حالا هزار و یک چیز مختلف میتونه نشون بده. ولی معمولا پای چارت ها نشون میدن که سهم یک سری المان های مختلف از سهم کلی که وجود داره، از 100% که وجود داره چقدر هستش و بهترین شکل ارائه دیتا هستش برای نشون دادن یک مقایسه و نشون دادن سهم یک متغیری از سهم کلی که وجود داره، از اون 100% کل که وجود داره سهم هر کدوم از متغیرها چقدر هستش. حالت بعدی جدول هستش که یک سری ستون داره، یک سری ردیف داره و یک سری اعدادی در دل این ستون ها و ردیف ها وجود دارن که باز میتونه مقایسه یک سری متغیر و یک سری اعداد رو نشون بده. و یا باز اگر مثلا در یک ردیف یا در یک ستونی روند تغییرات مثلا یه متغیری رو در یه بازه زمانی نشون داده باشه، مثلا تو 4 تا سال مختلف نشون داده باشه، میتونه یه روند رو نشون بده. بستگی داره که با چه جور جدولی طرف هستیم. یکی از دغدغه‌هایی که معمولا عزیزان دارن اینه که مثلا این جدول 5 تا ستون داره، مثلا 7 تا ردیف داره، میشه 35 تا دونه عدد. من 35 تا دونه عدد رو تو تسکوان آکادمیک هم چجوری بنویسم؟ 150 کلمه کلا وقت دارم حرف بزنم. یکی از چیزایی که تو این دوره یاد خواهید گرفت این هستش که اصلا لازم نیست همه چیز رو شما در همه دیتایی که میبینید رو بگید. باید هوشمندانه سلکت کنید اصلی ترین و مهمترین دیتاها رو که اینو کاملا و مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد. الان فقط گفتم که آرامش بیشتری در مورد این موضوع پیدا بکنید تا وقتی که درست بهش برسیم. نمودار بعدی که معمولا خیلی که تو امتحان شرکت میکنن از یادگیری این نمودار غافل میشن، پروسس ها هست. پروسس ها روند انجام یک کار هستن. انواع مختلفی میتونن داشته باشن. مثل این چیزی که اینجا میبینید، میتونه روند
شکل گرفتن یا انجام یک کاری باشه. مثلا روند تصحیح شدن ورقهای امتحانی که اولین اتفاق روشون میفته، بعد فلانی تصحیحشون میکنه، بعد یک کوالیتی کنترل وجود داره، بعد فلان اتفاق میفته الی آخر. یا بعضی موقع ها مثلا یه سیکل طبیعی میتونه باشه، مثلا سیکل طبیعی یک آب در طبیعت که اول خورشید به دریا میتابه، بعد این آب بخار میشه، بعد تبدیل به ابر میشه، باز دوباره بعد تبدیل به باران میشه و مثلا همچین چرخه‌ای رو به وجود میاره. یا مثلا نحوه کار کردن کپسول آتش نشانی. هر چیزی از این جنس میتونه باشه که یک چرخه، یک سیکل یا یک فلوچارت رو شما بخواین واسه مخاطب توصیف کنید. خیلی هم ساده هستش، خواهید دید. در آخر مپ ها رو ما داریم، نقشه. حالا این نقشه ممکنه یه دونه نقشه باشه، مثلا نقشه یه شهری رو توی سال خاصی نشون بده، یه سری درخت و یه سری اتوبان و یه سری مدرسه و باغ و الی آخر، بگه حالا بگو هر کدوم کجان. یا مثلا یه نقشه آب و هوایی. یا معمولا مثلا نقشه یه شهر رو یا یه مکانی رو تو 2 سال مختلف نشون میده. بعد مثلا مدرسه کوچیک بوده بزرگ شده، یه سری درخت‌ها قطع شدن جاشون پارک، میگم جاشون درخت‌ها قطع شده جاشون پارک درست شده. درخت‌ها قطع شدن جاشون مثلا اتوبان اومده، بعد یه جا یه خونه خراب شده جاش پارک درست شده. یه سری تغییراتی از این شکل و بگه این تغییر رو توصیف کن و دوره ما رو درست بخونید، مثل آب خوردن قشنگ میتونید این نقشه‌ها رو توصیف بکنید. با انواع نقشه ها و با انواع اون تصاویری که قراره تو تسکوان آکادمیک روبرو بشیم آشنا شدیم. بریم و کم کم کارمون رو شروع بکنیم. هر مپ ها رو ما داریم، نقش. نمونه سوالی که شما تو امتحان میبینید به چه صورت خواهد بود؟ اینجا براتون آوردیم. یک توصیف نوشتاری و یک شکل. حالا یا میتونه یه شکل باشه یا 2-3 تا شکل باشه. You should spend about 20 minutes on this task. دقت داشته باشید کل وقت شما برای رایتینگ 1 ساعت هست که منطقی هستش که 20 دقیقش رو به تاسک 1 اختصاص بدید، 40 دقیقش رو به تاسک 2 اختصاص بدید. ولی در نظر داشته باشید یکی دوست داره تاسک 1 رو توی 15 دقیقه بنویسه، یکی دوست داره تاسک 1 رو توی مثلا 23 دقیقه بنویسه. یعنی محدودیتی از این جنس وجود نداره که شما چند دقیقه میخواین صرف کدوم تاسک بکنید. توقع من این هستش که این دوره رو با دقت خوندید، در 15 یا مثلا 16 دقیقه یا رسمی تر در 15 یا 16 دقیقه بتونید که یه تاسک فوق‌العاده بنویسید. بعد از اینکه نوشته you should spend about 20 minutes on this task، صورت سوال رو داریم و در آخر میگه summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. دقت داشته باشید توی خود صورت سوال داره میگه the main features، یعنی اصلی ترین شاخصه هایی که شما توی نمودار رو میبینید. Write at least 150 words. حداقل باید 150 کلمه بنویسید. اگر منطقی این هستش که 160 تا 165 تا بنویسید. اگر هر خط 10 کلمه می‌نویسید حدود 16-17 خط بنویسید. هرگز کمتر از 150 کلمه نشه. اصلا هم لازم نیست از 150 تا مثلا از 160 تا خیلی بیشتر بشه. اینکه بیشتر بنویسید نشان دهنده قوت شما نیست، نشان دهنده تسلط شما نیست و چه بسا باعث میشه که وقت کم بیارید. مثلا یه نفر میومد با افتخار میگفت من تاسک 1 250 تا مینویسم، همه دیتا ها رو میگم. اصلا قرار نیست شما این کارو بکنید. و کسی که 250 لغت واسه تاسک 1 مینویسه مطمئن باشید وقت قابل توجهی صرفش میکنه و توی تاسک 2 وقت کم میاره. مهم اینه که از این مینیمم کمتر نشه. هیچ جایزه اضافه‌ای به کسی که بیشتر از این میزان لزوما بنویسه اختصاص پیدا نمیکنه. خیلی سریع در قالب یه سری سوال و جواب بیایم اون اطلاعات اصلی که در مورد تاسک 1 باید بدونیم رو راجبش صحبت بکنیم و مطمئن بشیم که اون اصول اولیه رو یاد گرفتیم تا بعد بریم کار رو شروع کنیم با هم. این رو هم راجبش صحبت کردیم که در کل برای بخش رایتینگ شما 60 دقیقه وقت دارید. اصلا پیشنهاد نمیشه که چک نویس پاک نویس بکنید، وقتتون از بین خواهد رفت. معمولا پیشنهاد میشه که 20 دقیقه به تاسک 1 و 40 دقیقه به تاسک 2 اختصاص داده بشه که بعد از این دوره خواهید دید که اگر خوب تمرین کرده باشید میبینید که کمتر از 20 دقیقه میتونید به تاسک 1 اختصاص بدید.
آیا نظر شخصیمون رو میتونیم بدیم توی تاسک 1؟ خیر. تاسک 2 تماما راجع به نظر شخصی شماه، ولی تاسک 1 شما انگار یه ربات هستید که یک سری دیتا از جنس شکل رو قرار تبدیل بکنید به یک سری دیتا از جنس لغت. شما فقط اون رباته هستید. اوج تحلیل شخصی که باید انجام بدید این هستش که کدوم اطلاعات مهمتری هستن که اونا رو من بگم و دسته‌بندی چجوری انجام بدم. ولی به عنوان مثال اینکه چرا در فلان سال مثلا فروش فلان محصول افزایش پیدا کرده، تحلیلش یا حدسش اصلا به عهده شما نیست و اصلا نباید این کار رو انجام بدید. You must not include your personal opinion. آیا من میتونم از زبان غیر رسمی استفاده بکنم؟ خیر، اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم. یک نوشته آکادمیک رو من دارم مینویسم. در بیسش اصلی ترین چیزی که باید در نظر بگیرم اینه که مثلا من اجازه ندارم وقتی تاسک 1 آکادمیک مینویسم از کانترکشن استفاده کنم. کانترکشن چیه؟ مثلا بنویسم isn't ما نداریم. is not. این یه نکته که خیلیا در نظر نمیگیرن و احساس میکنن زبان اینفورمال لزوما لغاتش اینفورماله. نه، در ابتدای امر باید توجه داشته باشیم که مثلا کانترکشن نداشته باشیم. حالا در مراحل بعدی لغاتی که لغات غیر رسمی هستن مثل lots of، مثلا lots of ما نباید استفاده بکنیم. several به عنوان مثال. نمره رایتینگ ما چجوری محاسبه میشه؟ خب برگزار کنندگان آزمون آیلتس همیشه خب فرمول های خودشون رو دارن که لزوما با پابلیک و با عموم مردم شیر نمی کنن و خیلی موقع ممکنه محاسبات خودشون دخیل باشه بر مبنای اون اطلاعات آماری که از اون آزمون خاص دارن. ولی قانون عمومی که گفته شده این هستش که یک سوم نمره تاسک 1 شما هست، 2/3 نمره تاسک 2 شما. یعنی عملا شما نمره تاسک 1 تون رو به اضافه نمره تاسک 2 تون ضرب در 2 باید بکنید و رقم کلی رو تقسیم بر 3 بکنید. حالا اینکه اعشارش معمولا رونده به بالا میشه یا رونده به پایین میشه، اون هم چیزی هستش که در حیطه برگزار کنندگان آزمون هست که تصمیم بگیرن که مثلا 6.27 رو به چه سمتی میخوان روند بکنن. البته همونطور که توضیح دادم این تصمیم گیری برای یک شخص نیست که مثلا برای فلان شخص روند اینجوری بکنیم، برای فلان شخص روند اینجوری بکنیم. قاعدتاً باید بر اساس اطلاعات آماریشون از کل یک آزمون باشه و به طور کلی اعمال میشه. که اینجا میبینید رو بخونید و اگر درست بودن true و اگر غلط بودن false رو انتخاب بکنید. IELTS writing is all about producing language. If you simply copy sentences from the question, you will not get any mark for it. In fact, your mark will suffer. In this course, you will learn how to instead paraphrase the statement in the question. To paraphrase means to rewrite a sentence in a different way. No, you should not record every single piece of information shown in the diagram. In fact, writing in a mechanical, boring way will get you a low score. خب داریم یک سری مقدمات خیلی مهم رو راجبشون صحبت میکنیم. نکته بعدی که باید راجبشون صحبت بکنیم این هستش که اصلا نوشته شما چجوری نمره بهش داده میشه و بر چه مبنایی بهش نمره داده میشه. ما اینکه بدونیم بر اساس چه خطکشی، بر اساس چه رفرنسی به ما نمره داده میشه خیلی باعث میشه که بیشتر جوری بنویسیم که بتونه نمره بهتری رو بگیره. خیلی موقع خیلی کارا رو ما بلدیم ولی صرفا چون نمیدونیم این کار نمره داره انجامش نمیدیم
و برعکس. خب این 4 تا آیتمی که اینجا میبینید 4 هیته‌ای هستن که در اون هیته ها به رایتینگ شما نمره داده میشه و نمره کلیتون از دل میانگین این 4 تا آیتمی که اینجا هستن به دست میاد. روی هر کدومشون کلیک بکنید تا توضیح مختصر رو راجع به هر کدوم داشته باشید. اولین هیته‌ای که رایتینگ شما مورد ارزیابی توش قرار میگیره چیزی هست به نام تاسک اچیومنت. همینطور که اسمش روش هست، یعنی اون تاسکی که به شما دادن، اون شرح وظایفی که تو سوال به شما دادن رو شما اچیو بکنید و انجام بدید. چند تا هیته میتونه داشته باشه. اولیش following the instructions given in the question. دستورالعملی که سوال داده رو دقیق دنبال بکنید و فقط راجع به همون سوالی که از شما پرسیده شده جواب بدید. Presenting an accurate description of the data. اطلاعاتی که ارائه میدید اطلاعات صحیح و دقیقی باشن و کاملا از دل نمودار استخراج شده باشن. Providing an accurate overview of the data. حتما یک بخشی رو به نام overview داشته باشید که در اون کلیات اتفاقی که میفته رو به مخاطب ارائه بکنید. حالا راجبش صحبت میکنیم منظور از این overview به چه صورت هستش. ما توی تاسک 2 introduction body conclusion داشتیم، ولی توی تاسک 1 یه خورده حال هوا فرق خواهد کرد و چیزی به نام overview خواهیم داشت که راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. Write at least 150 words. راجب این موضوع هم صحبت کردیم که اهمیتش بسیار زیاد هستش که حداقل 150 لغت نوشته شده باشه. 150 لغتی که کپی پیست از صورت سوال نباشن. کپی پیست یعنی جمله قشنگ عین جمله رو منظور کپی پیست از صورت سوال کرده باشیم، مگر نه حالا قطعا یه سری مشترکات لغتی بین سوال و جواب وجود خواهد داشت. این میشه نمره تاسک اچیومنت شما. روی بخش بعدی کلیک بکنید تا راجبش با هم صحبت بکنیم. آیتم دوم coherence and cohesion هستش. برای اینکه coherence and cohesion متوجه بشید به چه معنا هست، بهترین کاری که میتونید بکنید اون تصویر پایین رو نگاه بکنید. تصویر چی رو میبینید؟ یه زنجیر، حلقه های زنجیر که خیلی مرتب به همدیگه وصل هستن و یک انسجام رو در زنجیر به وجود میارن و اگه یکیشون بخواد که درست کار نکنه یا درز داشته باشه یا هر مشکلی داشته باشه، اون زنجیر از هم گسیخته میشه و از بین میره. این اتفاق توی رایتینگ شما باید بیفته. Cohesion and coherence اولا یعنی organizing the report logically. یعنی اینکه از هر دری سخنی. من خیلی الکی اسم این امتحان آیلتس آکادمیک نیست. من این داده ها رو خیلی مرتب و منظم ارائه بدم، نه اینکه بیام بگم این سال اونجوری شد بعد یهو رندوم بگم اون یکی سال اینجوری شد بعد یهو جوری که طرف اصلا بخونه نفهمه من دارم راجع به چی صحبت میکنم. دومیش describing trends, comparisons or processes clearly. شفاف من بعد، یعنی در خلاصه مطلب اینه که یه کسی بخونه این نوشته رو، اصلا فرض بکنید خارج از عالم آیلتس، فکر بکنید که شما واسه یه چیز دانشگاهی این کار رو انجام دادید، طرف متن شما رو بخونه بفهمه چی شد، اصل قضیه از چه قراره. linking sentences correctly. اینم حالا من به شوخی همیشه میگم انگار جمله‌های بعضیا رایتینگش میخوره انگار جمله ریپ میزنه، یا از این جمله میریم جمله بعد اصلا نمیفهمی چی شد، یهو عالم عوض میشه، یهو اصلا حال و هوا عوض میشه، یهو دیتایی که طرف داره میده عوض میشه. لزوماً هم بعضی احساس میکنن که coherence and cohesion به این معنیه که به صورت اگزاجره از لغاتی مثل similarly, thus, therefore, nonetheless, nevertheless استفاده کنیم. احساس میکنن coherence and cohesion فقط به واسطه اینا به دست میاد. دقت داشته باشید این لغاتی گفتم یه سری ابزارن، ابزاری که باید در خدمت coherence and cohesion باشن. اگر درست استفاده بشن خوبه، ولی اگر اگزاجره، من رایتینگ های خیلی رو میبینم که طرف هر جمله رو میخواد شروع کنه دوست داره حتما یه nonetheless یا nevertheless یه چیز عجیب غریب اولش باشه. دقت داشته باشید هیچ کس نمیاد بشموره چند تا nonetheless و nevertheless دارید بر مبناش به شما نمره خوب بده. همه اینا ابزارهایی هستن که بعد رسالت اصلیشون رو انجام بدن. رسالت اصلیشون هم یک پارچه بودن و قابل فهم بودن نوشته شما هست. یعنی عملا اینا باید تو نوشته شما باشن، کارشونو که گفتم یک پارچه سازی هست انجام بدن، لزوما زیاد تو چشمم نخورن، اون کسی که بعد ببینه اینا رو میبینه. بنابراین احساس نکنید که من اگر بیام یه سری اطلاعات بسیار پراکنده رو به زور با thus و therefore و nonetheless و however به هم بچسبونم نمره cohesion and coherence خوبی میگیرم.
بحث سوم بحث گرامر هست. گرامر رو در دو بعد میشه بهش نگاه کرد. یکی ورایتی جمله های شما هست که ساختارهای متنوعی رو استفاده کرده باشید. منظور از ساختارهای متنوعی نیست که من به زور بیام مثلا توی تسک 1 آکادمیک جمله شرطی استفاده کنم که اصلا جمله شرطی جایی نداره تو تسک 1 آکادمیک، یا مثلا ساختار عجیب غریب استفاده کنم. نه، دوره ما رو درست بخونید، مطمئن باشید به بهترین نحو این ورایتی رو یاد خواهید گرفت. و using accurate grammatical patterns، جدا از این که باید رنج قابل توجهی داشته باشید، باید دقیق و صحیح هم استفاده کرده باشید. و در آخر هم lexical resource هستش که همون سواد لغتی شما هست که باز این دوره رو با دقت بخونید هیچ مشکلی توش نخواهید داشت و فوق‌العاده میتونید تسک 1 آکادمیکتون رو بنویسید. نکته اولش هست using a range of academic vocabulary items، یعنی طیف گسترده‌ای رو استفاده بکنید که کامل یاد خواهید گرفت تو این دوره. using accurate collocations، بحثی که تو تسک 2 هم باش روبرو بودیم، اینجا هم روبرو هستیم، کامل یاد خواهید گرفت جوری که لذت ببرید. سواد خیلیا که تو امتحان شرکت میکنن از تسک 1 آکادمیک اینه که فقط یه جدول بلدن، یه فلش بالا یه فلش پایین، 100 تا ورب 100 تا ادورب، فقط خیلیا با همین میرن سر جلسه امتحان و بقیه‌اش دیگه به امون خداست. ولی اینجا شما خوب دقت بکنید به مطالبی که تو دوره هست، این همه ترمینی که هست رو با دقت انجام بدید، مطمئن باشید موفق خواهید شد. و adopting the correct level of formality، یعنی به میزان منطقی و درست باید نوشتهتون فرمال باشه. گفتیم که فرمال بودن بسیار تو تسک 1 مهم هستش که این رو هم کاور خواهیم کرد. adopt یعنی اینجا یعنی در پیش گرفتن. خب توی تسک 2 یادتونه که ما introduction body conclusion داشتیم. اینجا قصه متفاوت هست. اینجا 3 قسمت رو داره، نمیگم 3 پاراگراف لزوما، 3 قسمت. قسمت اول introduction هست، قسمت دوم overview هست و قسمت سوم body. قسمت اول و دوم هر کدوم 1 پاراگرافن، ولی body میتونه مثلا 1 پاراگراف باشه یا معمولا 2 پاراگراف باشه یا 3 پاراگراف باشه. ولی این 3 قسمت رو ما داریم، introduction، overview و body. رو هر کدوم از اون آیکون ها کلیک بکنید به شما میگه که هر کدوم از این قسمت ها چه کاری رو قراره انجام بدن و جلوتر مفصل یاد خواهیم گرفت. الان فقط میخوایم بهتون معرفی بکنیم. اینتروداکشن جاییه که من به مخاطب میگم که این نمودار اصلا چی رو داره نشون میده، چه اطلاعاتی رو در اختیار من داره قرار میده. اوورویو جایی هستش که من اصلی ترین اتفاقاتی که تو اون نمودار افتاده رو بدون اینکه به عدد رقم خاصی اشاره کنم نام میبرم. مثلا شدیدترین افزایش رو قیمت فلان اتومبیل تجربه کرد، یا این عددی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم مثلا قیمت ماشین در سال فلان به ماکسیموم خودش رسید در حالی که در فلان سال به مینیمم خودش رسید. تعداد افراد سیگاری اصولا رو به افزایش بود و اصولا آقایان بیش از خانم ها سیگار میکشیدن. یعنی منظور این که انگار اوورویو یعنی چی؟ یعنی یه نفر از کنار شما رد شه بره، 5 ثانیه بیشتر رد شدنش طول نمیکشه. تو اون 5 ثانیه به طرف بخوایم بگین این نمودار راجع به چیه، به طرف چی میگین. این همیشه اوورویو رو اینجوری فرض بکنید. بادی هم جایی هستش که دیگه وقتشه که مطلب رو باز بکنید و بشکافید و جزئیات رو بگید. باز نه همه جزئیات سلکت شده که در دل 150 کلمه بگنجه. همیشه یادتون باشه که اگه قرار بود همه چیز رو بگید، امتحان آیلتس امتحان غیر منطقی میشد، چون تو 150 کلمه واقعا نمیشد این کارو کرد. و دقت داشته باشید اطلاعاتی که تو اوورویو گفتم که بدون ذکر عدد و رقم هست. توی بادی دوباره باید اشاره بکنید بهش، ولی با ذکر عدد و رقم بیشتر. این ساختار یک تسک 1 آکادمیک هستش که جلوتر راجع به هر قسمت مو به مو با هم صحبت خواهیم کرد. خب استراتژی ما برای نوشتن یک رایتینگ تسک 1 فوق‌العاده در این دوره به چه صورت خواهد بود؟ آیا ما میایم واسه پای چارت جدا یه یونیت میذاریم، واسه بار چارت جدا یه یونیت میذاریم، واسه تک تک اون انواع نمودارهایی که گفتیم تک تک یک یونیت میذاریم؟ نه، این اتفاق نخواهد افتاد. ما میایم لنگویجی که اون ابزار زبانی، اون لنگویج تولزی که شما نیاز دارید برای اینکه
همه انواع نمودارها رو بنویسید به شما یاد میدیم. یعنی انگار آجرهای ساختمون رو در اختیار شما قرار بیلدینگ بلاکس اون ساختمون رو در اختیار شما قرار میدیم و دیگه شما با اونها میتونید بی نهایت ساختمانهای مختلف رو بسازید. منظور از language tools چی هست؟ ببینید 4 نوع language tools رو ما توی تسکبان آکادمیک باش طرف هستیم. اولیش trends هست به معنای روندها. دومیش comparisons هست به معنای مقایسه ها. خب trends و comparisons مربوط میشه به اون نمودارهایی که گفتیم پای چارت و بار چارت و لاین دیاگرام و تیبل، مربوط به اونا میشه. همه اونا رو کاور میکنه. یعنی کسی ترند و کامپریسن رو یاد بگیره راجع به همه اونا میتونه صحبت بکنه. حالا روشون کلیک بکنید دقیق تر راجع بهش صحبت کردیم. بعد یه بخش جدا، یعنی ما تا اطلاع ثانوی راجع به ترند ها و کامپریسن ها توی این دوره صحبت خواهیم کرد. به آخرای کار که میرسیم عملاً به جای رسیدیم که شما ترند ها و کامپریسن ها رو یاد گرفتید و میتونید راجع به لاین دیاگرام ها، راجع به بار چارت ها، پای چارت ها و تیبل ها به پروفشنال ترین نحو ممکن بنویسید. بعد یه یونیت مفصل و جدا راجع به پروسس ها خواهیم داشت و بعد یه یونیت مفصل و جدا راجع به مپ ها خواهیم داشت. این استراتژی ما هست که خیلی خیلی هوشمندانه اتخاذ کردیم و مطمئن هستم که شما ازش لذت خواهید برد. بنابراین این اتفاق رو منتظرش نباشید که من مثلا یه یونیت پای چارت داشته باشم. نه، برای نوشتن پای چارت ما لازمه که هم ترند ها و کامپریسن ها رو بلد باشیم. بنابراین در دل یاد گرفتن ترند ها و کامپریسن ها ما انواع اقسام نمودارها رو یاد خواهیم گرفت. برای پروسس و مپ هم یونیت جداگانه خواهیم داشت. روشون باز کلیک بکنید راجبشون صحبت خواهیم کرد. ترند یعنی روند، یعنی تغییرات یک متغیر بر اساس مقیاس زمان. بالا رفتن، افزایش پیدا کردن. افزایش اصلا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در یک بازه زمانی زیاد شده دیگه، درسته؟ همیشه یه ور یک خطکشی که ما داریم زمان هستش. کاهش یعنی چی؟ یعنی در یک بازه زمانی تعداد یه چیزی کم شده. ثابت موندن یعنی چی؟ یعنی در یک بازه زمانی یه چیزی تغییر نکرده مقدارش. قیمت فلان چیز افزایش یافت، تعداد افراد سیگاری ثابت موند، تعداد افرادی که به مدرسه میرن کم شد، تعداد بازدید کننده های این موزه زیاد شد. اینا همشون ترند هستن، چون یه برای قضیه زمان هست. دقت داشته باشید اگر بگیم تعداد سیگاری ها بین آقایان بیش از تعداد سیگاری ها بین خانم ها بود، اینجا دیگه ترند نداریم. عملا دو تا چیز رو داریم ما مقایسه میکنیم، چیزی افزایش و کاهش نیافته. مثلا در سال 1990 تعداد آقایانی که سیگار میکشیدن بیش از تعداد خانم‌هایی بود که سیگار میکشیدن. دقت کنید اینجا اصلا راجع به یه سال مشخص ما داریم صحبت میکنیم. تغییری تو زمان ایجاد نشده. در یک سال مشخص دو تا چیز رو داریم ما هم مقایسه میکنیم که میشه کامپریسن. ترند همیشه تغییرات متغیر بر اساس زمان هستش. حالا تو کدوم نمودار ما ترند رو میبینیم؟ تو هر نموداری میتونیم ببینیم. تو لاین دیاگرام میتونیم ببینیم. توی بار چارت میتونیم ببینیم، توی تیبل میتونیم ببینیم، توی پای چارت هم میتونیم ببینیم. تو همه اونها میشه دید. بنابراین یک لنگویج تولی هستش که ما اگر یاد بگیریم خیلی جا به دردمون میخوره. کامپریسن یک مقایسه هست، یعنی افزایش و کاهشی در کار نیست. تغییرات یک بازه زمانی در کار نیست. توی زمان مشخص میگیم این از اون بیشتره. مثلا توی سال فلان ویزیتورهای گالری A بیشتر از ویزیتورهای گالری B بودن. عملاً ویزیتورها بین دو تا گالری داریم با هم مقایسه میکنیم. درسته؟ یا مدرسه فلان بیشتر از مدرسه بیسار صندلی داره یا دانشجو داره. اینا رو عملاً داریم با هم مقایسه میکنیم. درسته؟ به این میگن کامپریسن. کامپریسن تو چه نمودارهای به درد میخوره؟ اونم باز تو همه نمودارها. راجع به این قبلا صحبت کردیم، بنابراین زیاد من توضیح نمیدم. پروسس ها که مشخصن چی هستن. بنابراین آخرای کار، آخرای این دوره ما یک درس خیلی مفصل رو حالا خواهید دید. وقتی میگم خیلی مفصل منظورم متوجه میشید. اختصاص بدیم به لنگویجی که نیاز داریم برای پروسس ها. شما ترند ها و کامپریسن ها رو اگر یاد گرفته باشید راجع به لاین دیاگرام ها، بار چارت ها، پای چارت ها و تیبل ها میتونید صحبت بکنید.
پروسس رو هم که قرار شد جدا یاد بگیرید. تنها چیزی که باقی میمونه یاد گرفتن ابزارهای لازم برای توصیف مپ ها هست که اون رو هم بهش خواهیم رسید. پس یه دورنمایی از استراتژی ما متوجه شدید. در هر بازی دیگه میدونید ما در چه مرحله هستیم. گفتیم از ترند شروع میکنیم مفصل چند یونیت، بعد به کامپریسن میرسیم مفصل، بعد راجع به پروسس مفصل صحبت میکنیم و در انتها راجع به مپس با هم صحبت خواهیم کرد. همونطور که اینجا میبینید یه لاین دیاگرام رو داریم که یه متغیری اول افزایش یافته و بعد کاهش یافته و بعد دوباره افزایش و دوباره کاهش. چرا داریم میگیم افزایش کاهش افزایش کاهش؟ چون محور ایکس مون، محور افقیمون زمان هستش و یه متغیری نسبت به زمان داره تغییر میکنه. پس ما اینجا یک ترند رو داریم، یک روند رو داریم، روند افزایشی یا کاهشی رو داریم. میتونه ثابت هم بمونه توی بازی. درسته؟ همیشه میخواین ترند ببینید چیه؟ یاد قیمت بیافتید. قیمت ها یا میرن بالا یا میان پایین یا ثابت میمونن در بازه های زمانی مختلف. چیزی با چیزی مقایسه اینجا نشده. ترند ها لزوما توی نمودارهای خطی نیستن، توی بار چارت ها و پای چارت ها هم میتونن باشن که در ادامه خواهید دید نمونه هاشون رو. تو کامپریسن ها در یک زمان مشخص یه سری چیزا دارن با هم مقایسه میشن. مثلا این نمودار رو ببینید، این پای چارت رو ببینید. توی یه زمان مشخصی داره میگه کدوم ژانرهای فیلم پرطرفدارتر بودن، که میگیم دراما از همه پرطرفدارتره، بعد مثلا کامدی از همه پرطرفدارتره، بعد کامدی مثلا از فلان ژانر پرطرفدارتره، فلان ژانر از اون یکی ژانر کم طرفدارتره. ببینید کمتر بیشتر کمتر بیشتر دارن چند تا چیز با هم مقایسه میشن. تو این صفحه متوجه میشید که چرا من انقدر حساس هستم که دارم کامپریسن و ترند رو توصیف میکنم. تصاویری که تا اینجا دیدیم یه نموداره بودن که یا ترند بودن یا کامپریسن بودن. حالا این نمودار رو نگاه بکنین. تعداد افرادی که سیگار میکشن در یک مکانی بین سالهای 1990 تا 2000. خب الان به نظر شما توی این نمودار ما ترند داریم میبینیم یا کامپریسن داریم میبینیم؟ خب اگر جوابتون این بوده که هر دو both، جوابتون کاملا درسته و دقیقا نکته همینجاست. نکته اینجاست که ما تو بیشتر نمودارهایی که باشون طرف خواهیم بود هم با کامپریسن هم با ترند طرف خواهیم بود. به چه صورت؟ اگر از چپ به راست نگاه بکنیم، مثلا خطی که فقط مربوط به آقایون هست رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که در یک بازه زمانی بین 1990 تا 2000 یه چیزی تغییر کرده، افزایش پیدا کرده، بعد دوباره افزایش پیدا کرده. درسته؟ از چپ به راست که نگاه بکنیم می‌بینیم که ما یک روند رو داریم می‌بینیم. حالا اگر یک سال مشخص رو در نظر بگیریم، مثلا 1990 یا 1995 یا 2000، خب بعد تو اون سال مشخص تعداد افرادی که سیگار کشیدن بین آقایون و خانم ها رو مقایسه بکنیم، یعنی عملا از پایین به بالا نگاه بکنیم، میبینیم که داریم یه مقایسه رو انجام میدیم. توی 1990 آقایون بیشتر از خانم ها سیگار کشیدن، توی 1995 خانم ها کمتر از آقایون سیگار کشیدن. میبینین توی یه سال مشخص عملا انگار داره یه مقایسه اتفاق میفته. پس توی این نمودار هم روند رو داریم اگر از چپ به راست نگاه بکنیم و افزایش ها رو در نظر بگیریم، و هم اگر یک سال مشخص رو نگاه بکنیم و تو اون سال مشخص متغیرها رو با هم مقایسه بکنیم، یک مقایسه رو داریم. و این نمودار رو اگر ما بخوایم بنویسیم عملا هر دوتای این کارها رو باید انجام بدیم. به این علت هست که ترند ها و کامپریسن ها بسیار مهم هستن. مطمئنم خیلیتون داشتید فکر می‌کردید اوکی دیگه متوجه شدیم بابا ترند مثلا اینه، کامپریسن اونه. من همه اون توضیحات رو دادم و این گلایه های شما رو زیر لب به جون خریدم که اینجا که میرسیم ببینید که یه خورده نکته مهمتر از چیزی که فکر میکنید. خب توی تاسک 1 ما بیشترین چیزی که باهاش سر و کار داریم اعداد و باید بلد باشیم که راجع به اعداد چجوری صحبت بکنیم. 4 تا لغت و اصطلاح مختلف رو ما اینجا داریم که از همه‌شون میشه برای توصیف اعداد استفاده کرد. Number, amount, proportion و the figure 4.
همه اینا واسه توصیف اعداد میتونن به کار برن. اگر ما اینا رو بلد نباشیم، اون چیزی که من دیدم 90% اوقات فقط بچه‌ها میخوان بنویسن the number of این اتفاق افتاد، the number of اون اتفاق افتاد. ولی اینجا روی هر کدوم کلیک بکنید تا ببینیم که هر کدومشون چیان و کجا به درد میخورن، چون در طول دوره خیلی به درد ما خواهند خورد. توی این درس دیدید که ما بیشتر داریم زیر ساخت کارمون رو آماده میکنیم. عملا از این صفحه دیگه یه خورده زیر ساخته تمام شده و رفتیم تو دل تسکوان. اولین لغت کلمه نامبر هست. نامبر کجا به کار میره و چه جوری به کار میره؟ همیشه میگیم the number of. دقت بکنین the از جا نمیفته، یعنی نمیگیم number of people increased. the number of به اضافه plural noun. plural noun یعنی اسم جمع. بنابراین در نظر داشته باشید که کلمه number رو فقط با اسامی قابل شمارش میشه استفاده کرد. The number of smokers, the number of books یا the number of people. ولی من نمیتونم بگم the number of money چون قابل شمارش نیست. درسته؟ این نکته رو در نظر داشته باشید و اینکه برای درصدها از نامبر نمیتونید استفاده بکنید. یک اشتباه بسیار رایج، مثلا توی نموداری نوشته 15% کتاب خریدن، بعد میگن the number of books. 15% نامبر نیست. نامبر گفتیم فقط برای اسامی قابل شمارش، اون هم در حالت جمع. حالا لطفاً روی لغت بعدی کلیک بکنید تا ببینیم که amount فرقش با نامبر چی هست. کلمه amount کجا استفاده میشه؟ کلمه amount فرقش با نامبر این هستش که فقط با اسامی غیر قابل شمارش به کار میره. The amount of همیشه the هم هست به اضافه کلمه uncountable. مثلا the amount of money. این لغت رو با کلمات قابل شمارش به کار نبرید. نگید the amount of books. درسته؟ و در نظر داشته باشید که برای درصدها هم به کار نمیره. پس تا اینجا نامبر برای اسامی قابل شمارش که جمع هم هستن و به صورت the number of استفاده میشه. amount برای غیر قابل شمارش ها و به صورت the amount of به اضافه کلمه استفاده میشه. بریم سراغ کلمه بعدی که proportion هستش. proportion یعنی سهم یا نسبت. برای صحبت کردن در مورد درصدها یا نسبتها استفاده میشه. یعنی مثلا 53% یا 2/3 3/4. The proportion of به اضافه کلمه به صورت جمع. مثلا the proportion of people. Only use this phrase to describe percentages and not numbers. درسته؟ مثلا the proportion of smokers was 30%. من اینجا نمیتونم بگم the number of smokers was 30%. اگر میتونم بگم اگه 32 نفر بودن یعنی عدد بوده، میتونم بگم the number of smokers was 32 یا 32 people smoked. ولی اینجا چون درصده باید بگم the proportion of یا the percentage of smokers was 30%. پس تا اینجا نامبر رو داشتیم فقط اسامی قابل شمارش به صورت جمع. the amount of رو داشتیم فقط غیر قابل شمارش و proportion رو داشتیم که برای درصدها و نسبتها کسرها استفاده میشه. این اصطلاح جادویی ما هستش. چرا جادوییه؟ ما یاد گرفتیم نامبر فقط با قابل شمارش ها میاد، amount با غیر قابل شمارش ها میاد، proportion فقط با درصدها و نسبت ها میاد. حالا یه اصطلاح جادویی داریم به نام the figure 4. دقت بکنید این سه لغت همیشه با هم میان. the figure 4. the از قلم نمیفته و مثلا تبدیل میشه به the figure of. the figure 4 حرف اضافه همیشه 4. the figure 4 کجا به کار میره؟ خلاصه‌شو بگم همه جا. برای قابل شمارش ها میتونید بگید the figure for books عدد مربوط به کتاب ها. برای غیر قابل شمارش ها میتونید بگید the figure for money. برای درصد ها میتونید بگید. برای همه چی میتونید بگید. خلاصه برای همه چی میتونید بگید. فوق العاده قابل استفاده است. کلمه اصطلاح خیلی پیشرفته ایه و معمولا هم کمتر متاسفانه استفاده میشه. الان هم که شما یاد میگیرید زیاد هیجان زده نشید که دیگه از بالا 15 تا the figure 4 بنویسید. 2 بار 3 بار در طول یه تسکوان بنویسیم هیچ ایرادی نداره، ولی دیگه بیشتر شد. ما چون زیاد راجع به اعداد صحبت میکنیم توی تسکوان آکادمیک، یاد گرفتیم که نامبر و اماونت و پروپورشن و هر کدوم جای خودش استفاده کنیم. ولی این اصطلاح یک اصطلاح جادویی و
فوق‌العاده کاربردی هستش که باید یاد بگیرید و ازش استفاده بکنید.